خب دوستان عزیز، یک بخشی در کامپوزیشن یا همون لیرامون هست، یعنی هم تو قسمت کامپوزیشن هم تو قسمت لیر هم تو قسمت کلیپمون وجود داره که این داشبورد هست. حالا این داشبورد چطوری کار میکنه؟ چرا اینجا فعاله و چرا تو قسمت کلیپ اون فعال نیست؟ ببینید، برای هر کلیپ میتونین این داشبورد رو فعال کنید، میتونید برای کل کامپوزیشنتون هم این رو فعال کنید. حالا این داشبورد در اصل کار شما رو راحت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به فرض مثال شما میخواین مثلا اوپاسیتی کل کامپوزیشنتون رو یا کلیپتون رو یا لایتون رو، چون رو تمام این قسمت ها یکیه، کم کنید. سمت چپ اوپاسیتی میبینید موقعی که موس رو میبریم یک. خب چطور این کار رو انجام میدید؟ موقعی که میرید رو تکست اوپاسیتی کلیک رو نگر میدارید رو موستون و میبرید درگ میکنید به فرض مثال روی همین مثلا RGB. موقعی که این اتفاق میفته هم RGB تون داره تغییر میکنه، به خاطر اینکه خب اینا ریست نیست، اینا چند تا کار رو داره با هم انجام میده. این اتفاق میفته، هم در واقع اوپاسیتی تون داره کم میشه، هم RGB تون داره تغییر میکنه. تو این قسمت هم اینورته، یعنی میتونید برعکس کنید. موقعی که خاموش هست، یعنی ساعت در واقع 7 هست، کار نمیکنه، ولی موقعی که میارید بالا و میبریدش رو 100 یا همون ساعت 5 کار میکنه. رنجش رو هم میتونید تغییر بدید که رو چه رنجی تغییر بکنه، یا این که مثلا بندازیدش روی یه دکمه دیگه. الان RGB کار میکنه ولی مثلا افتاد رو این هیو. حالا کار دیگه که میتونید بکنید روی کلیپتون، به فرض مثال میخواین روی کلیپتون این کار رو انجام بدید، همین کار رو روی کلیپ انجام میدید. اوپاسیتی رو درگ میکنید اینجا، ببینید چه اتفاقی میفته. الان فقط یک دونه از ویدیو کلیپاتون اتفاق افتاده.